سلام و درود، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. امروز براتون آموزش میدم چطوری برای خودتون اکانت فیسبوک بسازید. فیسبوک رو روی گوشی اندروید خودتون نصب کنید و اون رو فعالش کنید. برای این کار میتونید وارد فروشگاه گوگل پلی بشید و توی قسمت سرچ برنامه‌ها عبارت فیسبوک رو سرچ کنید. برنامه فیسبوک براتون بالا میاد، دکمه نصب رو کلیک کنید و فیسبوک براتون نصب میشه. موقعی که نصب شد این پنجره براتون بالا میاد که شما باید لاگین کنید، یعنی وارد حسابتون بشید. همچنین اینجا گزینه هست به اسم ایجاد حساب فیسبوک جدید تا از اینجا بتونید یه حساب کاربری جدید برای خودتون بسازید. اما من پیشنهاد نمی‌کنم از برنامه‌اش استفاده کنید و برای خودتون حساب جدید بسازید. برای ساخت حساب فیسبوک باید از سایتش استفاده کنیم و برای خودمون یه اکانت فیسبوک جدید بسازیم و بعد از اون وارد برنامه فیسبوک بشیم، اطلاعاتمون رو وارد کنیم و وارد اکانتمون بشیم. اینجا وارد سایت facebook.com بشید. اینجا وارد سایت که شدید مثل برنامه گفته ایمیل و گذرواژه رو وارد کنید تا وارد حساب بشید، اما ما ایمیل و گذرواژه نداریم و میخوایم حساب جدید بسازیم. دکمه سبز رنگ ایجاد حساب جدید رو کلیک میکنیم. اینجا گفته نام تو وارد کن، نام خانوادگی و حالا جنسیت و شماره تلفن یا ایمیل. ببینید این فرم رو شما باید پر کنید. من فرم رو بزرگ میکنم. اینجا من فرم رو پر میکنم. سنتون رو طوری تنظیم کنید که کمتر از 18 سال نباشه. به نظر من یه سن حالا فیک وارد کنید، یه سن تقلبی وارد کنید. میتونید ماه اول بذارید، روز اول بذارید، سالم روی 2000 تنظیم کنید. جنسیت هم گفته انتخاب کنید، جنسیت مرد یا زن خودتون انتخاب میکنید. شماره تلفن یا ایمیلتون رو گفته وارد کن. من اینجا ایمیلمو وارد میکنم. تو قسمت گذرواژه برای خودتون یه رمز عبور تنظیم کنید، حداقل از 6 کاراکتر به بالا باشه. از حروف کوچیک و بزرگ انگلیسی با ترکیب کاراکترها و اعداد انگلیسی استفاده کنید. به طور مثال رمزی بذارید که هم حروف کوچیک هم حروف بزرگ انگلیسی توش باشه. مثلا از این کاراکترهای مثلا دلار و هشتگ و ادساین استفاده کنید و اعداد انگلیسی هم استفاده کنید دوستان. بعد از اینکه این فرم رو پر کردید دکمه ثبت نام رو این پایین کلیک میکنید. اگر شما هم با این خطا مواجه شدید که میگه ایمیلتون معتبر نیست، یا ایمیل معتبر وارد کنید، شما از شماره تلفن استفاده کنید. من از شماره تلفن استفاده میکنم. اینجا یه شماره تلفن وارد میکنم. بعد از اینکه شماره تلفنتون وارد کردید دکمه ثبت نام رو کلیک میکنیم. اینجا گفته یه کد برای شما ارسال کردیم به شماره تلفنی که وارد کردید. اگر ایمیل وارد کردید حالا به ایمیلتون، اگر شماره تلفن وارد کردید به شماره تلفن شما یه کد ارسال شده. من این کد رو اینجا وارد میکنم. بعد از اینکه کد رو وارد کردیم اینجا دکمه آبی رنگ ادامه رو کلیک میکنم روش. اینجا گفته حسابتون تایید شد، شما با موفقیت حسابتون رو با شماره تلفن فلانی